حرکت آخر رو نکن، چند تا حرکت آخر رو نشون میده، موشنش رو نکن، چند تا حرکت آخر رو نشون میده، از اول پلی نمیشه، این برای زمانیه که انیمیت میکنیم، میخوام ببینیم روند انیمیشن ما تو حرکت آخر چجوری بوده، ترتیبش چجوری بوده، مثلا آیا درست آوردیم حرکت آخر رو درست انیمیت کردیم یا نه. این قسمت این آیکون چیکار میکنه؟ این آیکون چیکار میکنه؟ ریپیت میکنه، حرکت نکن، مدام ریپیت میکنه، لوپ میکنه حرکاتو، از اول پلی میکنه. خب این آیکون چیکار میکنه؟ این آیکون چون وقتی پلی شد فریم آخر رو مشکی میکنه، نکن، مشکی شد، فریم آخر مشکی میشه. حالا این قسمت چیکار میکنه؟ پلی ریورس میکنه، یعنی از آخر پلی میکنه. خب این حرکت چیکار میکنه؟ این داره پلی که میکنه. خب ما دستمونم میتونیم وارد چیز کنیم، کات کنیم، هم حرکت آخر رو نشون میده، هم دستمون رو نشون میده و میتونیم حین انیمیت هم دستمون رو ببینیم، هم حرکت قبلی رو ببینیم. خب این چیکار میکنه؟ خب حالا ما عکس ها رو میگیریم، عکس ها میرن کجا؟ عکس ها میرن تو همون فایلی که گفتیم بره تو دسکتاپ، تو این فایل ذخیره شه. خب حالا ما بریم با فتوشاپ اون عکس ها رو ادیت میکنیم. خب دقیقاً با تو همون فایل ادیت کنیم، ما از فایل نباید خارج کنیم. وقتی ادیت میکنیم دوباره میایم نرم افزار رو باز میکنیم، این دکمه رو میزنیم، عکسای ادیت شده رو به ما نشون میده. خب حالا یه نکته وجود، خب این کارا چیه؟ نقاشی میکنه، ابزار نقاشی کردن. چیکار میکنه؟ مثلا ما میخوایم بگیم روند حرکت توپ که پرتاب میکنیم مثلا تو این راستا، تو این خط حرکت کنه، تو این راستا حرکت کنه، نقاشی. این تو ادیت، یعنی تو خروجی عکس‌ها، تو عکس‌ها نشون نمیداده، نمیشه، انگار رو مانیتور داره نقاشی میکنه. خب تا که اینا همه ابزارات اون نقاشی کردن روی مانیتوره که انیمه فهمیم روند سیر حرکتی آبجکت ما چجوری باشه. بعد حالا مثلا یه فیلم رفرنس داریم، فیلم رفرنس رو چیکار میکنیم؟ برمیداریم از هر جا باشه فایل میکنیم، چیکار میکنیم؟ میندازیم از میگیریم، مثلا این تصور فیلم میگیریم میندازیم اینجا، خود فیلم میاد دیگه، اینجا رفرنس میشه، برای رفرنس کردن استفاده میشه. خودش میاد اینجا یه دونه چیز، یه لاین جدید باز میکنه. خب بعد میام اون لاین رو بر اساس اون لاین انیمیت میکنیم. بعد دیگه چی میتونم بگم بهتون؟ خب گفتیم اینجا، خب توی قسمت انیمیشن ما سه تا آیکون دیگه هم داریم. چیه این؟ خب تصور کنیم ما اون فیلم رفرنس رو انداختیم اینجا، خب به صورت بیسیک 48 تا فریم از اون فیلم رفرنس رو به ما نشون میده. خب واسه اینکه تعداد اون فریم بیشتری رو نشون بده، مثلا فیلم 1 دقیقه‌ایه، فیلم 1 دقیقه‌ای ما مثلا تصور کنیم مثلا فیلم 1 دقیقه‌ای ممکنه 300 تا مثلا فریم باشه. خب 300 تا فریم ما نیاز داریم ببینیم دیگه. ما چیکار می‌کنیم؟ روی این قسمت روی نوشته end فریم پایانی کلیک، دوبار کلیک می‌کنیم، نشون می‌نویسه 48، ما می‌کنیمش 300 تا فریم، میزنیم اوکی. خب ببینید این آیکون تا 300 فریم به ما نشون. اوکی خب ببینید هر فریم اینجا یه سلول داره، نکنید وقتی مثلا فریم 8 رو میزنیم میره رو فریم 8 میره، مثلا فریم 15 16 رو میزنیم میره رو فریم 16. خب اینجا نوتس داره، مثلا میگیم فریم
9 ماه برای مثلا فریم 9 ماه. خب فریم 9 ماه مثلا باید این فلان ادیت روش انجام شه. روش دوبار کلیک میکنیم مینویسیم، فارسی هم میشه نوشت روش. خب بعد سیو میکنیم، پروژه رو سیو میکنیم. بعد اون کسی که ادیتوره میاد روی این فریم رو نگاه میکنه، میگه آقا فریم F9 مثلا باید اکسپوژرش تیره تر شه، یا مثلا باید فلان سایه فلان نور روش اعمال بشه. یه نوت کلی داریم که مثلا درباره این برنامه، درباره این پروژه توضیحاتی می‌نویسیم، مثلا توضیحات میتونیم بنویسیم. حالا یه نکته، خب ما میایم تو سراغ پروژه. پروژه کجا سیو کردیم؟ اینجا. میایم اینجا نکنید اینجا. عکس‌ها همه نه این نیست، این پروژه نیست. میایم کجا ببینیم مثلا پروژه چی سیو کرده بودیم؟ آوان. آوان کجاست ببینیم؟ میتونیم اینجا پیدا کنیم. دسکتاپ ذخیره کرده بودیم، درسته؟ اینا ایوان. باید میایم اینجا ببینید هر چی عکس گرفته بودیم اینجاست، هر عکسی که گرفتیم اینجاست. حتی ما بیایم اینجا تو برنامه نود فریم مثلا 5 تا 13 رو حذف کنیم، باز اون عکس اینجاست. عکس هر کاری کنیم تو اون برنامه، هر عکسی که گرفته باشیم اون عکس سیو شده، مثلا کاری با اون کار ما نداره. هر عکسی بگیرید توی این فایل ذخیره شده. حالا میایم اینجا، حالا وقتی میخوایم با فتوشاپ یه سری ادیتات اعمال کنیم، میایم اینجا این فایل رو کپی میکنیم، یه خروجی ازش سیو میکنیم، نگه میداریم. چرا؟ خروجی ازش نگه میداریم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ تصور کنید ما ادیتمون خیلی بد شده، مثلا ادیتی که دوست داشتیم نبوده. خب ما اول بعد تصور کنید همه این عکس‌ها تغییرات اعمال شده روش، ولی اون تغییراتی که ما می‌خواستیم نبوده. خب ما به عکس بیسیک رو از دست دادیم. واسه این کار چیکار باید کنیم؟ ما اومدیم قبلا چیکار کردیم؟ این فایل رو ذخیره کردیم. چیکار می‌کنیم؟ میایم اینجا کپی می‌کنیم، میایم تو همون فایلی که ذخیره کردیم اینجا دوباره پیست میکنیم، بجاش ریپلیس میشه، جانشین اون فایل ادیت شده میشه. دوباره از اول ادیتی که مد نظرمون انجام میدیم. همیشه این کار رو انجام بدیم. خب یا مقدمه‌ای که گفتم بهتون، امیدوارم مورد استفاده قرار گرفته باشه. خیلی کوتاه گفتم بهتون، خیلی مختصر گفتم، ولی پایه و اساس بهتون گفتم.